وقتی که بزرگتر شدم و تشکیل خانواده دادم، حتما به بچه‌هام میگم مجتبی شکوری دقیقاً کسی بوده که وقتی از خدا کمک می‌خواستم سر راهم قرار. این فقط یکی از صدها کامنت این شکلیه که زیر هر پست مجتبی شکوری میشه پیدا کرد. پادکست رادیو راه در کمتر از 4 سال و فقط با 120 اپیزود فقط توی برنامه کست باکس بیش از 60 میلیون بار شنیده شده، بیشتر از هر پادکست فارسی دیگه‌ای. ولی چطوری مجتبی شکوری از یه فرد ناشناس به شنیده شده ترین فرد تمام ایران تبدیل شد؟ چنل یوتیوب مجتبی شکوری هم با کمتر از 80 ویدیو حدود 4.5 میلیون بار دیده شده. و یادمون باشه ما داریم راجع به ویدیوهای حرف میزنیم که تا همین چند وقت پیش حتی تامنیل هم نداشت. کوچکترین جلوه‌های ویژه‌ای توی ویدیوها نیست و ویدیوها با کمترین ادیت و حتی بدون اینکه یه دونه کاتب خورم پست میشن. بسیار طولانی ان و بعضی پادکست‌ها حتی به 3 ساعت میرسن. من از 4 سال پیش تا به امروز تک تک پست ها، پادکست ها و برنامه هایی که مجتبی شکوری توی اونا بوده رو نگاه کردم و فکر میکنم 3 عامل اصلی وجود داره که باعث میشه این ویدیوها و پادکست ها خسته کننده و تکراری نشن و آدما حاضر باشن ساعت ها پای اونا بشینن. اگه شما به ساخت ویدیو توی یوتیوب علاقه‌مند باشید، میدونید که یه ویدیوی خوب از 2 قسمت تشکیل شده. اول اینکه کاری کنید که مخاطب روی ویدیوی شما کلیک کنه و دوم اینکه کاری کنید که مخاطب تا آخر اون ویدیو رو نگاه کنه. بیاین اول بریم سراغ دومی. بیشتر ویدیوسازهای معروف دنیا قبل از اینکه ویدیوسازهای خوبی باشن، قصه‌گوهای خوبی هستند. قصه ها یکی از بزرگترین و قوی‌ترین ابزارهایی هستند که 10,000 سال توسط انسان‌ها استفاده شده. قصه ها روی ما تأثیرات خیلی عمیقی میذارن. بیشتر توی خاطراتمون میمونن و بیشتر به اشتراک گذاشته میشن. همینطور قصه ها احساسات ما رو به بیشترین و شدیدترین شکل ممکن درگیر می‌کنه و روش‌های مختلفی هم برای قصه‌گویی خوب هست. مثلا بیشتر یوتیوبرها ویدیوهاشون رو با هیجان شروع می‌کنن یا توی قسمت‌های مختلف ویدیو راجع به چالش‌ها و سختی‌های کاری که دارن می‌کنن صحبت می‌کنن. دلیل اینکه این کار جواب میده اینه که وقتی شما با یه احساس شدید با مخاطب حرف میزنین، درگیری بیشتری رو با داستانتون حس می‌کنن. اما انگار ما اصلا فراموش کردیم که احساسات فقط خوشحالی یا هیجان نیست. احساسات دیگه‌ای مثل احساس آرامش، احساس ارزشمند بودن، احساس مهر و محبت و احساس امید احساساتی هستند که نه تنها احساسات مثبتی هستند، بلکه توی جامعه امروز به شدت کمیابند. تمام این احساسات و حتی احساسات پیچیده بیشتری رو میشه توی تک تک برنامه‌های مجتبی شکوری پیدا کرد. مجتبی شکوری همیشه راجع به این حرف میزنه که چطوری خودش پر از ایراده و تمام چیزایی که داره راجع بهش صحبت میکنه رو خودش هم تا حدی تجربه کرد. در حالی که این روزا اکثر تولید کننده‌های محتوا سعی میکنن بی‌نقص به نظر برسن، اون توی ویدیوهاش کمترین میزان خودخواهی رو داره. اولین چیزی که بهش میپردازه مخاطبشه و همین باعث احساس نزدیکی با اون میشه. به همه نکات قبلی لحن و صدای عالی رو اضافه کنید تا متوجه بشید چرا مجتبی شکوری یه قصه‌گوی بی‌نظیره. قطعاً قصه ها احساسات ما رو درگیر میکنه، اما این درگیری احساسات چه فایده‌ای داره؟ در واقع درگیر کردن مخاطب با احساسات وقتی ارزشمند میشه که یه چیزی به مخاطب اضافه بشه. اینجاست که مجتبی شکوری واقعاً شاهکار میکنه. اول ویدیو گفتم که بعضی پادکست ها و ویدیوهای مجتبی شکوری به 3 ساعت میرسه، ولی سوالی که از خودم پرسیدم این بود که آیا هیچ دقیقه‌ای از این 3 ساعت تلف میشه؟ نکته جالب اینه که اگه دقت کنیم میفهمیم که اگه خودمون بخوایم همون اطلاعات رو به دست بیاریم باید ساعت‌های خیلی بیشتری رو صرف کنیم و همین باعث میشه حاضر باشیم ساعت‌ها به این محتواها گوش بدیم و حس نکنیم که وقتمون تلف شد. در واقع به جای اینکه طی ماه 4 اپیزود معمولی تولید بکنه، در طی همون زمان فقط 1 اپیزود فوق‌العاده تولید میکنه و واقعیتش اینه که اون اپیزود انقدر مفیده که نمیشه بهش گوش نداد. خب تا اینجا فهمیدیم که مجتبی شکوری چطوری کاری میکنه که تا آخر محتوایی که ساخته رو نگاه کنیم یا گوش بدیم. ولی سوالی که خیلی ذهن منو درگیر کرده بود این بود که مردم اصلا چرا روی ویدیوهای اون کلیک میکنن. ممکنه با خودتون بگید مجتبی شکوری توی تلویزیون رفته و همین برای معروف شدن کافیه، ولی سوال من از شما اینه که چند نفر از مهمونای برنامه کتاب باش شنیده شده ترین پادکست ایران رو ساختن یا ویدیوهای یوتیوبشون بدون اینکه حتی تامنیل براش بسازن یا ساده ترین ادیتور رو روی ویدیو داشته باشن بازدیدهای چند صد هزار تایی داره و باور بکنید یا نه جواب پیش مامانم بود. وقتی که فهمیدم اون اصلا پیج اصلی مجتبی شکوری رو توی اینستاگرام نداره و فقط پیج‌های دیگه‌ای که تیکه‌های کوتاهی از صحبت‌های اونو میذارن رو دنبال میکنه و وقتی اون پیج‌ها رو دیدم از دیدن تعداد فالوورها و بازدیدهاشون واقعا تعجب کردم. جریان اینه که وقتی کسی شما رو نمیشناسه حاضر نیست به شما 3 ساعت یا 2 ساعت وقت بده که براش حرف بزنه. حتی اگه اطلاعات شما واقعا عالی و دست اولم باشه بازم مخاطب حاضر نیست ساعت‌های زیادی رو برای یه فرد ناشناس صرف کنه. اما اگه مخاطبتون
ذهنتون قبل از این 2 ساعت 10 تا یا 20 تا ویدیوی 10 ثانیه‌ای کوتاه از شما دیده باشه و واقعا از دیدنشون لذت برده باشه، با دیدن چهره شما حاضر میشه به شما این شانس رو بده که چند ساعت پای حرفاتون بشینه. در واقع ویدیوهای کوتاهی که فن پیج های مجتبی شکوری از ویدیوهای بلند خودش ساختن یکی از مهمترین و اصلی ترین دلایل رشد اون. اما قطعاً عده زیادی تلاش میکنن که همه این کارها رو انجام بدن. اما چی باعث میشه که مجتبی شکوری برای بیننده‌ها خاص بشه؟ احتمالاً براتون پیش اومده که در طول یه ترم کامل توی مدرسه یه درس رو متوجه نشد، ولی چند دقیقه قبل از امتحان دوستتون اون مطلب رو در عرض چند دقیقه کوتاه جوری توضیح داده که تا همین الان فراموشش نکردید. دلیل این اتفاق اینه که دوست شما از دید یه دانش آموز به موضوع نگاه میکنه و نه از دید یه معلم. دوست شما دکترای فیزیک نداره و خوب میفهمه چرا این موضوع برای شما مشکل ایجاد کرد. در واقع صدها روانشناس و پزشک توی اینترنت یا کتاب‌های مختلف دارن همین مطالبی که مجتبی شکوری توضیح میده رو حتی کامل‌تر توضیح میدن. همونطور که اکثر اپیزودهای برنامه‌های مجتبی شکوری هم در واقع بررسی یک کتابه که توسط یک متخصص نوشته شده. ولی واقعیتش اینه که مجتبی شکوری روانشناس نیست و این بزرگترین نقطه قوت اونه. اون به عنوان یه علاقه‌مند برنامه میسازه، نه به عنوان یه متخصص. این باعث میشه اون مطالب رو طوری ببینه که من بیننده میبینم. اکثر مردم فکر میکنن برای اینکه راجع به یه موضوعی ویدیو بسازن باید متخصص باشن، در حالی که اکثر آدمای موفق در ساخت محتوا اصلا آدمای متخصصی نیستن، صرفاً به اون موضوع خیلی علاقه‌مندن. با همین روش آدمای دیگه‌ای هم که به اون موضوع علاقه‌مندن رو جذب میکنن. احتمالاً میشه روزانه صدها چیز مختلف از مجتبی شکوری یاد گرفت. اما امروز اینو یاد بگیریم که خیلی مهمه که یادمون باشه این محتوای تو نیست که باعث خاص شدن تو میشه، بلکه این تویی که باعث خاص شدن اون محتوا میشی. مطالب روانشناسی همه جا هست، مطالب ورزشی، آشپزی و تکنولوژی هم همینطور. نگاه خودت، شخصیت خودت و دید خاص خودت به اون موضوع میتونی اونو برای هر بیننده و شنونده خاص کنی. میشه به عنوان یه علاقه‌مند محتواهای تولید کرد که صدها متخصص توی اون زمینه نتونستن تولید و همه اینا به این خاطر اتفاق میفته که تو خواستی و از تو فقط یه نسخه توی دنیا هست.